سلام. امروز با یکی از کتابایی که در هر کوچه و بازار افغانستان پیدا میشه، کتاب از یوval نوح هراری، ساپینس همون تاریخ بشر، که درباره کل تاریخ انسان است و از گذشته‌های خیلی دور تا امروز و نحوه از دید خودش بیان میکنه. یک سوال جالبی است که ما چطور، یک کتاب البته که میگه ما چطور شد که از یک موجود معمولی تبدیل شویم به موجود کل دنیا را کنترل میکنه. این کتاب میگه یکی از مهمترین دلیلش این است که قدرت فکر کردن داریم و ارتباط برقرار کردن بلد هستیم. وقت انسان ها تانستن زبان بسازن، تانستن با هم همکاری کنن، اطلاعات رو منتقل کنن، همین باعث شد که پیشرفت شروع شود. بعدش زراعت کشاورزی آمد و زندگی انسان ها کاملا تغییر کرد. جمعیت بیشتر شد، جامعه شکل گرفت. اما یک مشکل بود که چطور با این همه آدم تعامل کنیم. اینجا بود که چیزهای مثل پول و نوشتن به وجود آمد تا آدم ها بتانن به هم اعتماد کنن، معامله کنن و سیستم بسازن. و بعد از او علم و تکنولوژی شروع کرد به رشد سریع و اطور شد که ما به جای رسیدیم که امروز هستیم. اما نکته مهمی کتابی است که همه پیشرفت ها به خاطر توانایی های ما در همکاری و یادگیری بوده. واقعیت است که ما به تنهایی قوی نیستیم، ولی با هم میتونیم دنیا را تغییر بدیم. و قرآن پاک هم میگه و در حدیث پیامبر آمده که به این مفاهیم اشاره میکنه. مثلا خداوند پاک در سوره حجرات آیه 13 میگه و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یعنی شما را گروه گروه، ملت قرار دادیم، خلق کردیم تا یکدیگر را بشناسین. یعنی ارتباط و شناخت و همکاری جز ذات انسان است. و یا در سوره طه آیه 114 می خداوند جل جلاله که می و قل رب زدنی علما، یعنی بگو پروردگار و علم مرا بیشتر کن. و پیامبر سم میگه طلب العلم الفریضه علی کل مسلم، یعنی طلب علم بر هر مسلمان واجب است. یعنی همه چیزایی است که ما را پیش میبره، جلو میبره، پیشرفت ما میده. یاد گرفتن، فکر کردن و رشد کردن است. پس تا زمانی که یاد بگیریم، فکر کنیم، حتما رشد میکنیم. اگر دوست داری همچین کتابایی را به زبان دری فارسی بخوانیم و کمک کنیم جامعه ما آگاهتر شود، میتونید از وبسایت ما www.westernwings.com دانلود کنید و با دوستا و فامیلا شریک بسازید.